سلام، خوش اومدید به قسمت سوم از دوره ترید از صفر تا فهم کامل. تو قسمت‌های قبل یاد گرفتیم که ترید چیه، مارکت چیه، کی میخره، کی میفروشه. اما الان وقتشه که بریم سراغ ابزار کارمون. اگه یه مکانیک آچار داره، یه نجار چکش، یه تریدر هم یه پلتفرم داره که باهاش بازار رو تحلیل میکنه و بهترینش بهش میگن تریدینگ ویو. این همون پلتفرمیه که همه تریدرها ازش استفاده میکنن. حالا بریم ببینیم چجوری میشه باهاش کار کرد. خب اینجا در مرحله اول یه تصویری داریم از چارت قیمتی یا همون نمودار قیمتی و میخوایم امروز راجع به ابزارهای تریدینگ ویو صحبت کنیم. راجع به ابزارهای تریدینگ ویو یاد بگیریم، ابزارشو بتونیم ازش استفاده بکنیم، چون از تریدینگ ویو باید بتونیم که استفاده بکنیم و به دردمون بخوره دیگه. حالا از اول من بخوام اینو توضیح بدم، داخل گوگل خب سرچ میزنید تریدینگ ویو، میاد بالای صفحه‌ای، بعد اینجا باید لاگین بکنید رفقا، با یه ایمیل لاگین میکنید، رایگان هست و بخش رایگان هم خیلی امکانات بهتون میده، قرار نیست که حتما پرمیوم بکنید و همون رایگان کافی هستش. با ایمیل اکانت میسازید و میرید داخلش. وارد تریدینگ ویو که شدید، همچین صحنه وجود داره که از این بالا سمت چپ من میخوام توضیح بدم راجبش. اینجا روی این که اگه کلیک بکنید میتونید نماد مورد نظر خودتون رو پیدا بکنید. مثلا BTC USDT یعنی تتر، یعنی بیت کوین به تتر رو برای من نمایش بده. اینجا صرافی های مختلف رو میاره، یعنی میگه بیت کوین به تتر بایننس رو میخوای، بای بیت رو میخوای، اوکی اسچنج رو میخوای و میتونی این هم انتخاب بکنی. حالا اینجا نماد مورد نظر رو پس انتخاب بکنیم. اینجا میتونیم سمبل دیگه هم اضافه بکنیم که حالا بخش پرمیوم این قضیه رو میتونه داشته باشه که چند تا تصویر رو بیاریم توی داخل یک تصویر و ازش استفاده بکنیم. این سیمین که زده یعنی دقیقه، یعنی تایم فریم. خب راجع به تایم فریم ها من صحبت بکنم خدمتتون. تایم فریم یعنی چی؟ تایم فریم یعنی هر کدوم از این نمودارهای شمعی، کندل های شمعی، از این شمعایی که دارید میبینید در تایم فریم 30 دقیقه‌ای 30 دقیقه طول کشیده که یه دونه از اینا شکل گرفته رفته بعدی، دوباره این 30 دقیقه طول کشیده، این 30 دقیقه طول کشیده. این تایم فریم 30 دقیقه‌ای یعنی این، یعنی هر کندل 30 دقیقه. خب اگه پرمیوم باشید که ثانیه‌ای هم داره، میتونید اصلا ثانیه‌ای هم نگاه کنید، یعنی هر کندل 1 ثانیه که واقعا نمیشه ازش قشنگ استفاده کرد. 1 دقیقه‌ای داره هر کندل 1 دقیقه و هر کدوم از این نمودار کندل شمعی 1 دقیقه طول کشیده و نسبت به تحلیلی که دارید میزنید این صدق میکنه و به دردتون میخوره. اگه تحلیل کوتاه مدت دارید میزنید، خب تایم فریم کوتاه مدت چک کردید. اگه تحلیل بلند مدت دارید میزنید، خب تایم فریم بزرگتری رو نگاه کردید. بخش بعدی اینجا نوع نمایش قیمت رو به شما نشون میده. میتونه به صورت شمعی باشه، میتونه مثلا به صورت خط باشه، فقط لاین باشه، که من فقط ترجیح میدم که به صورت کندل بذارید باشه، اینجوری نگاه بکنید قضیه. بخش بعدی اندیکاتورها. اندیکاتور چیه رفقا؟ اندیکاتور ابزارهاییه که ساخته شده برای اینکه به شما کمک بکنه به اصطلاح و بتونید ازش استفاده بکنید. جوری نیست که ازش بخواید سیگنال دقیقی بگیرید و فقط با اندیکاتور ازش سیگنال بگیرید، نه این شکلی نیست و میشه ازش استفاده کرد، کمک کرد برای تاییدیه های ورود. به عنوان مثلا من از اسیلاتور اندیکاتور RSI استفاده میکنم که چیه؟ داخل اندیکاتورها اگر برید و اینجا سرچ بزنید RSI، این براتون میاد، میتونید ستاره دار بکنید. روی این اگه بزنید، خب من از قبل داشتم، یه دونه‌شو پاک میکنم.
این نمودار، این چیزی که این پایین میبینید بهش میگن RSI و این خودش یک جلسه ویدیویی فقط لازم داره که من راجع به همین صحبت بکنم. اینقدر بحث خفنی. من از تنها اندیکاتوری که کار میکنم استفاده میکنم یکی RSI هست و یکی مووینگ 200 هست. راجع به این مووینگ هم قرار صحبت بکنیم. ستاپ معاملاتی قراره روش بذاریم و ازش استفاده بکنیم که چه جوری باید ازش استفاده کرد و سیگنال گرفت. خب بخش بعدی کاری نداریم. اینجا میتونید الرت بذارید رو قیمتی که مثلا مد نظرتونه. مثلا اینجا الرت بذارید که اگه 93,200 اومد به شما ایمیل بزنه که آقا بیت کوین به 93,200 رسید و نقطه مد نظر شماست. آیا چیکار کنی؟ میخوای بری معامله کنی؟ برو معامله کن. این الرت به خاطر هم. گزینه ریپلی برای بخش پرمیوم هست که شما وقتی اکانت میزنید اکانتتون رایگانه و پرمیوم نیست، مال بک تست گیریه. میتونید یک قسمت از نمودار حذف بکنید و روش تحلیل بزنید و دوباره نمودار رو پلی بکنید ببینید آیا تحلیل شما در گذشته درست اتفاق افتاده یا نه، که برای بخش پرمیوم هست. زیاد لازم نیست. اگه بتونید پرمیوم تهیه بکنید خیلی امکانات بیشتری رو میتونید داشته باشید. بریم این نوار سمت چپ رو حالا هم توضیح بدیم. نوار بالا رو توضیح دادیم، نوار سمت چپ رو توضیح بدیم و بعد بریم بخش دیگه. خب گزینه اول که مربوط به موس شماست که چجوری باشه و هم کراس هست. بخش بعدی که خط هست، لاین هست، ترند لاین داره و چند تا گزینه دیگه که مربوط به این خط ها میشه رو داره. به عنوان مثلا ترند لاین برای چی به درد میخوره؟ برای مثلا یه زمانی پرایس اکشن، اگه مثلا بحث پرایس اکشن داشته باشید میتونید اینجا مثلا یه خطی رو اینجوری بکشید یا میتونید یه خطی رو اینجوری بکشید، یا خطی که برای تارگت ها من استفاده میکنم اینه که میتونم اینجا یه خطی اینجوری بذاریم، دوباره تارگت اینجوری بذاریم. عجیب غریبی نیستش و چیزایی که من بچه استفاده میکنم رو فقط میگم چون واقعا بقیهش نیاز نیست. با سبکی که من دارم کار میکنم نیاز نیست و نمیخوام که گیج بشید. فعلا ترند لاین و این گزینه و کراس لاین هم لازم نیست. یه گزینه هست چنل، این بود گزینش برای مثلا کانال قیمتی کشیدن، این هم میشه ازش استفاده کرد. گزینه بعدی بخش فیبوناچی هست بچه ها. بخش فیبوناچی خودش دوباره یک موضوع جداگونه است، یک ستاپ معاملاتی کلی داستان داره خودش و نمیشه الان اینجا باز کرد. فیبوناچی ابزاریه که ما ازش استفاده میکنیم تا بتونیم نقاط ورود دقیق‌تری رو پیدا بکنیم یا بتونیم حد ضرر و تارگت دقیق‌تری رو پیدا بکنیم که حالا در قسمت‌های بعد راجع به توضیح میدم. از این گزینه من فقط استفاده میکنم، بقیه فیبوها رو من استفاده تا حالا نکردم و به کارم نیومده حقیقتا و این فیبو رو باش کار داریم، در قسمت‌های بعد توضیح میدم راجبش. راجع به این گزینه چهارم بخش الگوها هستش. ما یه سری الگو داخل بازار داریم که این الگوها در گذشته اتفاق افتادن و جالب بوده که اتفاق افتاده و این الگوها به دست اومده توسط کی؟ توسط بقیه، توسط تریدرها به دست اومده و این الگوها اینجا اضافه شده. این الگوها هم خودش باز دوباره یه قسمت جداگونه هست که باید دوباره توی ویدیوی دیگه، چون اینجا نمیگنجه من بخوام همه رو توضیح بدم، من فقط ابزارها رو توضیح میدم. به عنوان مثلا یه الگویی که اینجا وجود داره، الگوی مثلا سرشانه در سبک پرایس اکشن هست که میتونید این الگو رو رسم بکنید داخل
چارتتون که داشته باشید. گزینه بعدی برای من بسیار پرکاربرده، گزینه براش هست. میتونید از اینجا که تحلیل زدید فلشتون رو بکشید و فلش اینجوری داره ازش میتونید استفاده بکنید و فلش خطی داره میتونید ازش استفاده بکنید. این علائم رو داره و یه گزینه بسیار مهم برای کشیدن پیارزت ها. حالا پیارزت چیه؟ سطوح مقاومتی یا سطوح حمایتی رو ما چجوری رسم میکنیم؟ با این گزینه رسم میکنیم، با این مربعی که اینجا دیدید رسم میکنیم به عنوان مثلا یک سطح مقاومتی رو اینجا به این شکل رسم میکنیم، به عنوان یک باکس در نظر میگیریم که دقیق تر باشه. خب گزینه بعدی گزینه تکست هست. میتونید تکست بنویسید هر جایی که لازمه و حتی لیبل قیمت رو لیبل پرایس بذارید براش. گزینه بعدی گزینه ایموجی ها هست. میتونید ایموجی اضافه بکنید به چارتتون که اگه خواست چارتتون رو منتشر بکنید جایی شیک و تمیز باشه میتونید وسواس به خرج بدید، این کار رو انجام بدید. گزینه بعدی خطکش هستش. میتونید بفهمید از اینجا تا اینجا چند کندله، چند روز طول کشیده، چند ساعت طول کشیده و اندازه گیری بکنید به اصطلاح. و این گزینه آهنربا رو اگر بزنید چجوری بگم روی تمام این فریم ها، چون اگر آهنربا رو فعال بکنید از این کندل به این کندل خودش میاد، ولی اگه آهنربا فعال نباشه میتونید آزادانه در چرخش باشه. من آهنربا فعال نیست برام. گزینه بعدیش هم مهم نیست، بالا و پایین رو نوار سمت چپ و توجیه دادیم. بریم سراغ سمت راست. نوار سمت راست واچ لیست شما داره نشون میده، یک بحث بسیار مهم. شما قبل از اینکه بخوای تحلیل رو شروع بکنید اول باید واچ لیست خودتون رو بسازید. حالا واچ لیست چیه؟ این قسمت سمت راست انواع نمادهایی که تصمیم گرفتید روش رو تحلیل بکنید رو شما انتخاب کردید. از کجا انتخاب کردید؟ از این گزینه که اول گفتم نماد رو چجوری انتخاب کنید. وقتی بزنید روش انتخاب بکنید دیگه میاد تو واچ لیست شما قرار میگیره و تمام نمادها و ارزهایی که موجود هست رو از این واچ لیست میتونید چک بکنید، برید تعویض بکنید، برید روش و تحلیل بکنید. این از این بخش. و میتونید حتی اگر پرمیوم باشید یا فکر میکنم نسخه معمولی رد لیست هم میتونید بسازید و نهایتا شاید 60 نماد رو میتونید چک بکنید همزمان، ولی خب پرمیوم دیگه این محدودیت رو نداره. نوار سمت راست به کارمون نمیاد زیاد کلا. اولیش که واچ لیست هست که توضیح دادم، دومیش برای الرت گذاری، الرت رو گفتم منتظر یه قیمت هستید که بهش برسه الرت گذاری میکنید. اگه قیمت به اون الرت شما برسه برای شما ایمیل میاد و گزینه بعدی اوپن های و بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت رو میتونید برای اون نماد در اون روز ببینید، در اون تایم فریم حتی ببینید و بقیه زیاد مهم نیست، اصلا درگیرش نشیم چون میخوام کاملا ساده باشه این دوره و چیزی که واقعا به درد میخوره. من توی چند سال همینا به دردم خورده، هیچ چی دیگه به دردم نخورده. و چجوری حالا میتونید چارت رو سیو بکنید؟ چند روش داره. این بالا سمت راست عکس دوربین داره. عکس دوربین رو اگر بزنیم میتونیم این چارت رو از همین جایی که الان وجود داره کراپ میکنه، دانلود میکنه. کپی ایمیج رو بزنیم باز هم فرقی نمیکنه، مثل همون دانلوده.
کپی لینک بزنیم، لینک تریدینگ ویو لینک این چارت رو کپی میکنه که اگه لینک رو به اشتراک بذارید مردم روی لینک شما کلیک بکنن میان این چارت رو با وضوح خیلی بالاتر میبینن و با شفافیت خیلی بالاتر. اگه زوم هم هر چقدر بکنن این چارت شما تار نمیشه، انگار داخل تریدینگ ویو شما هستن واقعا و دارن میبینن. و برای این قضیه هیچ چیز دیگه این نداره. من کپی ایمیج رو میزنم یا دانلود ایمیج رو میزنم یا نهایت اسکرین شات میگیرم دیگه، هیچ راه دیگه ای وجود نداره. با این گزینه میتونید سفر رو کامل بکنید و با ESC روی صفحه کلید میتونید دوباره به حالت اول برگردونید. شاید اولش گیج کننده باشه ولی اصلا نگران نباش، چون کم کم با کار کردن توش انگار ابزار تو دستت جوش میخوره. یادگیری ترید یعنی یاد گرفتن زبان مارکت و زبان مارکت به نظر من و دیکشنری مارکت همین تریدینگ ویو هست که اول باید در قدم اول یاد بگیریم و ابزاراشو بشناسیم. یه نکته خیلی مهم رو اینجا من بگم خدمتتون، اکانت رایگان بسازید بچه داخل تریدینگ ویو، یعنی با یه ایمیل راحت میتونید یه اکانت رایگان بسازید. اصلا نسخه پولیش خیلی چیز عجیب و غریبی نداره که بخواید نسخه پولی بگیرید، با همون رایگان کلی میتونید ازش استفاده بکنید، نسخه پولیشو تهیه بکنید. خب رفقا، تو این قسمت با پلتفرم تریدینگ ویو آشنا شدیم و فهمیدیم ابزار کار یه تریدر دقیقاً چیه. خب رفقا، تو این قسمت با پلتفرم تریدینگ ویو آشنا شدیم و فهمیدیم که ابزار کار یه تریدر دقیقاً چیه. تو قسمت‌های بعد میریم سراغ کندل ها، ساختارها، ستاپ های معاملاتی و اونجا خیلی براتون جذاب میشه که چجوری میتونید بفهمید که قیمت از کجا واکنش داره و دقیق با نگاه کردن بهشون بتونیم تحلیل دقیق‌تری از مارکت بزنیم و تو قسمت‌های بعد به این میرسیم. یادت نره اگه میخوای تریدر واقعی بشی باید اول ابزار کارتو دقیق بشناسی. اگه لایک نکردی هنوز، الان وقتشه که لایک بکنی، حتما سابسکرایب کن، زنگوله رو فعال کن چون قسمت‌های بعدی رو از دست ندی. هر روز ویدیو داریم و این دوره ادامه داره تا قسمت‌های پیشرفته و ستاپ‌های معاملاتی. تا قسمت بعدی با قدرت بمون و در آخر ترید کنترل زد نداره، سعی کن اشتباه نکنی.